ما خود دیگه چیز نداریم. یکی آمده بود مرا گفت وهابیا بسیار بد مردم. چرا بد است؟ عقیده داره که الله در سر عرش است، پایه خود شور میده. در کدام کتاب است؟ من میگم هر کس که می عقیده را داشته باشه تو یک دفعه کافر بگو، ما 100 دفعه کافر برش میگم. بگو دیگه که مثل مخلوق قاری مشابه میسازه، خو مشبه است. نه پایش خو خیر میگه که سر عرش است، خو عقیده قرآن است. قرآن میگه. امام ابو حنیفه رحمه الله قائل به میسته، میگه اگر کسی الله را سر عرش نداره کافر است. تو چطور میگی؟ ببینید شما مردم ما، شما بری امیر سوال کنی مردم ما یقین به الله بکو اگر یک عقیده را تالی را داشته باش. در بدر است از دنیا به کدام عقیده میره؟ سوال که از مردم عقیده وحدت الوجود است، الله در هر جای است. در وجود خنزیر هم است، سگ هم است، نعوذ بالله. اون یکیش نگفت در تلویزیون نورین امو چی کی بود، یکیش گفت نعوذ بالله، میگه الله در سرگین است. نعوذ بالله. ببینید این عقیده را داره، این مسلمان هاست. عقیده اهل سنت و الجماعت مطالعه بکنه. ما که درد بر ما میاد. مردم مرا میگه مولوی صاحب را علما را چی میکنه؟ علما نکرده خدمت، نکرده دین بیان نکرد. ما عقیده را تالی را نمیفهمیدیم. برات خود اعلان که عقیده اهل سنت و الجماعت کدام است؟ کلگی ما اتفاق داریم. بیگاه یکی برای ما زنگ میزنه میگه یک مولوی صاحب در سر منبر گفت که الله مرا سلفی نسازه، الله مرا. گفت او بیچاره اعلان بیزاری. سلف کیست؟ بگه منهج را روش صحابه تابعین تبع تابعین. ببینی این عالم است در سر منبر دعا میکنه که الله پر او نگردانه. خوب است در زمره یهود و نصارا بلند کنه. خوب است، عجیب است. و ما تنقم منا، تو عیب نمیگیری بالای ما مگر اینقدر آمنا که ایمان آوردیم به آیات ربنا و آیات پروردگار خود و معجزات پروردگار خود. لما جاءتنا، هرگاه که بر ما آمد. بله این خو اظهار شجاعتشان است، ایمانشان است. همین جمع میترسه که نعوذ بالله ریا نشوه، خود ستایی نشوه. از او خاطر عاجزی خود ظاهر میکنه. انسان که هر قدر بالا میره باز هم اعتماد سری الله داره. ربنا افرغ علینا صبرا، ای الله بر ما بریزان صبر. بریزان صبر ریختاندن این مانا که کل وجودی تو را فرا بگیره، یعنی در هر عضو ما صبر و استقامت نصیب بکو، اینطور نشوه که ما متزلزل شویم. باز و توفنا مسلمین، وفات نصیب کو بر ما خود در حالی که چی باشیم؟ مکمل منقاد و تابعدار الله متعال باشیم. اینطوری طلب کردن مرگ جایز است که الله مرا مرگ در حالتی بیار که من مسلمان باشم. این طلبی مرگ نیست. این طلبی چی است؟ مستقیم بودن و ثابت بودن بالای کی؟ اسلام. مرگ خوبی از وقت نیست. همونطور مرگ طلب کردن نارواست، اما وفات کردن به اسلام این را دعا کرده. چقدر دعای نیک است. امروز ما مستحق همین دعا هستیم. یقینا در سخت تزلزل قرار داریم. از هر طرف میبینی تبلیغات، شایعات، آدم بیخیرای خود گم میکنه. کدام راه را بگیریم؟ یقینا که در همین طور موقع استراب و پریشانی اگر ما راه کتاب الله و حدیث رسول الله را نگیریم، یقینا که هلاک هستیم. از او خاطر همیشه دعا بکنی که ربنا افرغ علینا. پیش روی آدم میایه اتو جنت ها برات پیش میشه، از مادیات که پرسان نکن. یقین بک اگر ایمانی تا گرفته باشه. فلانی موحد است، کجا هست؟ کجا هست؟ اتو وظیفه را برای ما بیان میکنه که پرسان نکن. خاک در سری اوتور موحد چطور است؟ تو برو در سری بوتل شراب رئیس جور شو، خودی توزیع کو، باز بگو من موحد هستم. عجیب است، دینی را نمیگه. وقال الملأ من قوم فرعون، آلی دیگه چاپلوسا و همی چیسته درباری ها رسای کو. چی میگه آلی؟ فرعون تالی را تصمیم نگرفته، یاد دانی فرعون داده رویسته. چی برشان میگه؟ وقال الملأ، گفته میگه تایت همی چاپلوسا من قوم فرعون، از قوم فرعون، اتذر موسی، آیا میگذاری موسی و قوم و قومشه؟ مراد از قومش اینجا کسایی که تابعداری موسی علیه السلام اعلان کرده. لیفسدوا فی الارض، که فساد بکنه در روی زمین. بعد از این معامله امرای موسی علیه دعوت شروع کردن ساحرا که ایمان آوردن. موسی علیه السلام بنی اسرائیل دیگه بیا از قومش بود و شکنجه و آزار و اذیت از واره دیده بود
خیلی زیاد امرای موسی علیه السلام یک جا شد. غټایت مشوره میده به فرعون. چی مشوره را میده؟ لیفسدوا فی الارض، که فساد بکنه. فساد یا چی را میگه خبر داری؟ فساد یا را میگه که تا آلی را زیر فرمانی ما بود، آلی کم کم از فرمانی ما چی میشه؟ بیرون میشه. این را میگه فساد. جهان امروزی، جهان استعمار، فساد چی را میگه؟ یا کدام مملکتی که یک کمی همی اعلان کنه که ما بگوی پابند کنوانسیونشان نیستیم، بس فساد اعلان میکنه. کی فساد؟ اگر تسلیم کردی قواعدش، بعد از هیچ گپی نیسته. که سرکشی کردی، مستقل شدی، از خود اراده را اعلان کردی، باز تو را فاسد میگه، نمیگذارته. این را فساد میگه. او برادر من در وطن خود زندگی میکنم مطابق قانون اسلام، هیچ به تو ربطی ندارم. چی گپ است؟ ها؟ از اونجا نمیمانته. ببینی یک مملکت آرام در دنیا از کل ممالک کده که امن و امان قایم بود، در ممالک عربی بود. یک عربستان سعودی باقی مانده، دیگه یک مملکت آرام نگذاشت. نه مصر گذاشت، نه تونس گذاشت، نه سوریه را، نه عراق، نه الجزایر، نه چیسته سومالی را، هیچ کدامش، نه سودان. در هر جای جنگا را وار کرده، امی کارا را کرده رئیس. این همی گپا را کرده رئیس. نمیگذاره که اسلام حاکم باشه و امن باشه. و یذرک و آلهتک، میگذارد تو را هم، فرمان روایی تو را دیگه نمیکنه و معبودای تو را. از آیات قرآن معلوم میشه که فرعون با وصفی که دعوای ربوبیت داشت، اما برای عبادت خودشان بری خود نعوذ بالله معبود داشت و قومایشان داشت. از او خاطر کسی معبودش گو بود، کسی معبودش ستاره و آفتاب بود، کسی معبودش چیزای دیگه بود. خود فرعون هم بری خود معبود داشت، اگرچه خود رب و مالک متصرف اعلان میکرد. قال فرعون میگه سنقتل ابناءهم، زود است که قتل کنم بچای از یاره که یاد دیگر نیرو نگیره، قوتشان مستحکم نشوه. و نستحیی نساءهم، و ما میگذاریم زنانی از یاره. پروسش درست، حالی هم در ممالک اسلامی منصوبه بندی. تاسف در اینج است که خواهری ما، برادری مسلمانی ما چی میگه؟ اولادا کی زیاد شو آدم تربیه نمیتونه. لعنتی الله سری تو نمیشه. همین تو چندم اولادی پدر هستی؟ یا پنجم یا چهارم؟ در اینجا چند نفر اولاد سوم و چهارم و پنجم هستی؟ بالا کنید دستتان. اولاد سوم و چهارم و پنجم. من سوم هستم. دو اولاد از پیش وفات کرده. خو خیر شما در دنیا نمی بودی، وای منصوبه بندی بود. پدر و مادر دیگر نمیخواست که شما در دنیا بیه. دنیای کفر تلاش کرده ممالک اسلامی نفوذ کم شود. با کدام ذهنیتی خطا؟ ولا ایره نان نفقیش پیدا نمیتونیم. بدبختی خبیث، تو به الله عقیده نداری که رزاق الله است، ولا تربیه نمیتونیم. ما ببینم 10 بچه داره یک نفر، آنقدر کلش انجینرها، دکترها، علماست. یک بچه داره قمارباز است، شرابخور است، دزد است. گپ در سری توست. چرا تربیه نمیشه؟ اینی انگیزی غلط و نادرسته. دنیای کفر زمزمه کده رو ایستاده وسایل اخبار، مردم ما چقدر متاثر شده. برو که در شفاخانه مردکه و زن روان است، اول همی تو زن پرسان کو که همی در زیر دکتر تو را معاینه میکنه و یا دوا برات میده، همی بری تو جایز است؟ برای مریضی خو عذر است که در خطر مرگ هستی، بری تو جایز است که دوا بگیری. چی دواست؟ به خاطری که من اولاد دیگه نکنم، عیش و عشرت بکنم. لعنت الله سر تو نمیشه. نظام الله را جلوگیری میکنی. الله تو را پیدا برای تولد تناسل کرده، تو میگی پیغمبر برات میگه این چیز مکاسرم بکم الامم. پیغمبر سرت فخر میکنه و تو اینطور میکنی. میرا چی میکنی؟ خواهری که دیندار است گپا برم گفته، برادری که خیلی متدین است این گپا برم گفته. بسیار دردم آمده و سخت متاسف شده که یا الله تو بیبی قرآن چی میگه؟ حدیث پیغمبر چی میگه؟ آیا در زمان پیغمبر علیه السلام غربت زیاد بود یا عالی؟ کدام زمان خیلی غربت زیاد است؟ اونجا همینطور شده، منصوبه بندی شده. کدام صحابی آمده که اولادایم زیاد از تربیش نمیتونم کم کنم شه؟ با کدام عنوانات دین از بین میره؟ و این سیاست فرعونی است. اوجا قصدا نمیطور میکرد، آلی به شیوه دیگه، به شیوه دیگه آمده رویسته، اولادای ما را قتل کرده رویست، سقطای جنین شده رویست، دواها خورده شده رویست. منصوبه بندی است. بله بازن اولادا را از بین میبره. چرا؟
قوت مرکزی تو را ختم میکنه، باز خود مستحکم میشی. از او خاطر امروز هم همینطور است. تشریح براتان میکنم. سنقتل ابناءهم، زود است که ما قتل کنیم بچهای از یارا، و نستحی نساءهم، بگذاریم زنای از یارا. یک ترجمه. و نستحی بحیا، بسازیم زنای از یارا. کش میکنیم به عنوانهای مختلف، راه ها را جور میکنیم که در دفتر، دیوان، بازار، در محل کار، در هر جای زیاد باشه، بحیا بگرده. امروز ببینی در می رسانه ها، در تلویزیون ها چه قسم دختر است، راستی تا نبگوی. بوی اسلام دوا دیده میشه، بوی اسلام دیگه شخو بگذار. لعنت الله سر کلی خاندان از اون نمیشه که دخترش در پیش مردان رقص میکنه، مردان نعوذ بالله هیجانی شده بیخی سر از اون. این چه قسم انسان است؟ سبا روز ملای ناملا جنازه همینطور پدرم میخوره. هنوز میگه خب آجی صاحب خوب آدم بود. خوب آدم به خاطری بود که تو خبیثه، دور از علمای حقانی بری تو پیسه میداد. یک جنازه را همینطور دختر و پدرش برادرش وفات شد، جنازهش نخون که باز دختر میره اونجا رقص میکنه یا نمیکنه. نیست. دین اله شده، مردم اله کرده دین. چرا؟ کدام دین است؟ و نستحی نساءهم، بحیا بسازیم، معاینه کنیم نعوذ بالله شرمگاه های از یا که اولاد از پیشش تولد شده یا نه، معاینه کنیم. اینی حالت امروز هم سری مسلمان آمد. امروز هم سری مسلمان آمد. اونجا به شوی دیگه بود علنی، اینجا به شوی مرموز است. شوی مرموز کدام است؟ بچهای ما را قتل میکنه. کدام قسم قتل؟ به کارت؟ نه. به تفنگ؟ نه. به چی؟ بگوی. به بی‌حیایی و فحاشی. مجلس شراب برابر، مجلس نعوذ بالله قمار برابر، مجلس چی؟ زنا برابر. حالی ببینی راستی تا نبگوی. امی سریالا و فیلمایی که پخش میشه حتما در بینشان دخترای فاحشه لچ هست یا نه؟ هیچ برای چیست؟ آخر الامر در عقیدم خراب میکنه، در بوتای خود استاد میشه، شما را گرفته. مردم برو اینالی کلش یونمود دیناست نقل کرده. مردم تو که مسلمان هستی قرآن خوانده متاثر میشی. برو که نماز خفتن الله اکبر کسی نمیکنه، کلی فامیل تا 2 بجر سریال سعی کرده رویست، تا 1 بجر سریال سعی کرده رویست. آخرش چی؟ آخرش غیر از اینکه نعوذ بالله یاد بگیره دخترش که اینی قسم کار بکن، بچهش یاد بگیره اینی قسم کار بکن. لعنت الله خشود امیالی به هزارها دختر میگریزه، به هزارها بچه مرتکب همی کار شده. رسانه ها آزاد است، خلاص. برای چی آزاد است؟ برای فحاشی آزاد است، برای امر دین نه. ترجمه مرا نشر کنه، نشر میکنه. دل شعر دل یک رئیس بمان که ترجمه مرا چی کنه، نشر کنه. یک شبکه خطما توافق کرد، میگن از تو باشه مولی صاحب، دیگر ها بیا خیر مردم عادت شوه از تو باشه. نمیشه. اما دیگه فحاشی کلش آزاد است، هر چیز میشه. قتل چی را میگه؟ امروز جوانی ما راست تا نبگه کدام قسم موبایل پیشش است، گوشکی در کجا بند است، و چپک و تلویزیونش صفیشه، چی موبایلش صفیشه که 1000 عکس دختر نعوذ بالله دیش است، از فحاشی دیش است. حلال کردن چی را میگه؟ هر روز تظاهرات است. چرا تظاهرات است؟ والا ناکام کرده. چرا ناکام کرده شده؟ این درس ها سابق خیلی سخت بود یا عالی؟ سابق خیلی سخت بود. عالی خود راه های آسان، وسایل، امکانات، همه چیز است. سابق تنها یک مکتب استاد داشتی، کورس نبود، دیگر راهنمایی نبود. امروز هم از هر طرف تو چی میشی؟ چرا خیر ناکام میشه؟ سابق کامیاب میشد به خاطری که کلی عمری تا در پیکای چرب کردن تیر کردی، در آینه دیدن تیر کردی، در تلفن در مصاحبه تیر کردی، والا درس خوانده باشی. نه کیمیا نه فیزیکا. روز امتحان که میرسه تا 3 بجر فیلم غلط سعی کردی، اونجا وقتی درس استاد خوب برده تا وقتی که سوال میاد بیخی ناشناست. چرا؟
سرمایه ملت جوان است. جوانایی که متخرج حاصل میکنه، از مراکز علمی میروند، کسی مامور، کسی انجینر، کسی دکتر، کسی معلم میشه. هیچ چیز قطعشان نیست. انجینر است اما نمیفهمه، دکتر است اما نمیفهمه. خود مشاهده کردی، گپای نیست که ما خیالی بگوییم، این کلش واقعیت داره. این قتل چی است؟ ابنا است. اولاد ما را قتل کرد اما بیکارت. اما چی؟ بیکارت. و نستحیی نساءهم، زنای ما را به حیا ساخته. نساخته. بازار ببینی، حالات ببینی، مشاهده بکنی که فرانسه و کابل فرق داره یا نه که فرق نیست. با جز از 4 خواهری که حجاب داره، او را مردم از پشت سرش فلاق میکنه، گاهی از دور برش صدا میکنه او تروریست، سعی کنی ایره تلاشی کنی. کدام موتر زیاد تلاشی میشه؟ او روز ما هم در حوزه برده بود، امیر صاحب حوزه میگه بسیار خجالت است که شما وارد چهره ها آورده میشه، کشانده میشه، به خاطر که مشکوک شده. این حالات ماست. و نستحیی نساءهم، و ما بی حیا میسازیم زن، معاینه میکنیم ولی هم معاینه شروع. و انا فوقهم قاهرون، حوصله افزایی میده برای سردمداره و چاپلوسای خود. ما بالایشین غلبه و قدرت داریم، زورآور هستیم، غم نکنی. نیروسته، فوجه، سیگپاسته، همش. قال موسی لقومه استعینوا بالله واصبروا. قوم آمد پیش پیغمبر موسی علیه السلام، شکایت کرد که موسی علیه السلام این ظالم ما را نمیمانه، ما چی کنیم؟ کدام راه را در پیش بگیریم؟ بله. موسی علیه السلام چی نسخه برش میده؟ موسی علیه السلام برای قوم خود میگه استعینوا بالله. اول گپ است که عقیده را درست کن. کمک کننده، حل کننده مشکلات کیست؟ الله است. الله. استعانت از الله چه قسم حاصل میشه؟ طلب کمک. واصبروا، بس دی دعوتتان به عقیدتان استوار محکم باقی بمانی. اگر این دو چیز، ایمانی پایدار و بعد از او مستمر سر از او خب محکم، نتیجه چی میشه؟ ان الارض لله، یقینا سرزمین کیست؟ الله. ده اختیاری الله است. یورثها، به میراث میده ایره من یشاء، کسی را که الله بخواه، من عبادی، از بنده های خود. کسی که واقعا بندگی الله را کرده باشه الله برش نصیب میکنه. یک کمکی ظاهری بندگی الله را ما کردیم، هجرت کردیم به نام جهاد، الله نصیب نکرد افغانستان، پس از او غولی بگوی قطبی ما را آزاد نکرد، او را شکست نداد. اما ما چی کردیم؟ باز موسی علیه السلام از او خاطر پس از او میگه والعاقبت للمتقین، انجام برای کیست؟ کسایی که متقین. 3 شرط بیان میکنه، 3 شرط. 2 شرط برای حصول حکومت یا حصول هدف. او کدام است؟ استعانت، کمک طلب کردن از الله، عقیده پخته را پیدا کردن و بعد از او ثابت قدم سر از او ماندن که را صبر میگه. توسط 2 صفت اصلی هدف در دستت میاد، اما دوامش توسط چیست؟ تقواست. که حالی تو مکمل پابند نظام الله و رسول الله باشی، ولو که هر قدر اعلان حکومت اسلامی را بکنی که ظالم باشی، الله نمیماند، چپا میکنه. قال اوذینا من قبل، قوم دید حالات سابقه را، به موسی علیه السلام شکایت میکنه که وای ما توان نداریم. چرا؟ اینطور شدیم که همی پاش آلی مردم همونطور نیست، میگم ما از همین جنگا خسته شدیم، تیر از همین اسلام، نعوذ بالله. همینطور میگه، نمیگم یالی؟ نمیگه. و میگفتن اوذینا من قبل ان تأتینا، ما بر ما اذیت داده شده پیش از اینکه تو برای ما بیایی، و من بعد ما جئتنا، پس از اینکه تو آمدی. ما خو امید داشتیم که با آمدن تو یک چیزی راحت بر ما حاصل شه، آمدن تو بیخی زحمت شد، حالی چطور کنیم؟ موسی علیه السلام میگه قال عسى ربکم، امید است که پروردگار شما، امید به خاطر میگه الله خو میتونه، عمل کردی ما تقاضای از او را میکنه یا نه. گپ در سر عزیز، ان تنصر الله، اگر شما دین الله را نصرت کنی الله نصرت میکنه، اما طور خو نیست. ایهلک عدوکم، که هلاک بسازد دشمن شما را، و یستخلفکم، خلیفه بگرداند، جانشین بگرداند شما را، فی الارض، در زمین، اما طاغوتا و ظالما مکمل ختم شود. بعد از اون میبینه که شما چی میکنی. فینظر، ببین الله متعال عملا، اگر چی الله از وقت میفهمید. فینظر، آلید امتحان بزرگ الله واقع میشه، ببینه کیف تعملون، چی کاروایی را شما میکنی. حکمت ها در دست شما میاد،
این سرزمین حکومتش در دست شما میه، شما را الله میبینه که شما چی میکنه. مجاهدین کامیاب شد، الله می حکمت داد. الله دید که علی مجاهدین چی میکنه. اینی قریش بود، او سبا سکرترش تبدیل شد از مرد به زن. دیگه سبا چی شد؟ ریش کرپه شد. پس دیگه سبا چپکل شد. پس دیگه آوازه شد که سکرتر را گرفت. شروع شد. غم یتیم نشد، مدرسه نشد، مسجد نشد، آبادی وطن نشد، هر کدام در فکر خود شد. برای همین کلانا را ببینه کلشان فابریکه داره، شرکت داره، تجارت داره در بیرون. در کجا؟ و در قبل از این نبود که دین آلی به پای استاد شوه و حکومت اسلامی برقرار شوه. نه، این گپا نبود، چون از عقیده درست نشأت نکرده بود. الله رحم بکنه. الله متعال عذاب دیگر سر ما آورد، در این حالت ما را رسان. ولقد اخذنا على فرعون بالسنین. الله متعال میگه هلاکت فرعونیا ظلم نیست. چرا؟ الله متعال برای راهیابی از و به هوش آمدن از یا به یکی یک کمی درک بکنه حقیقت دنیا را، حقیقت حکومت، این ظلم و گپا را ثمرش یا ببینن. ما مختلف حالات سرشان آوردیم. انقلابات متنوع در زندگی انسان رشد میده، انسان بیدار میسازه، انسان هوشیار میسازه. سختی که سر انسان بیا یک کمی انسان متوجه میشه که اوه ملکیت ذاتی من نیست، دیستی صحت ملکیت ذاتی من نیست، اقتصاد ملکیت ذاتی من نیست، در اختیار ذات دیگری است و از پیشم میروه و من توانی برگشتش ندارم. بعد انسان بیدار شوه بفهمه. لیکن فرعونیان نفهمیدن. قرآن برای ما بیان میکنه، لیکن درس برای ماست. ما که دینه، ما دیروزم براتون گفتم که در این انقلاب ما هوشیار و بیدار نشدیم. ما میگم که هوشیارترین مردم ها باید مردم افغانستان باشه، به خاطر که انقلابات زیاد پشت سر خود گذاشته. رقم حالت ها را عالم که ما بیدار نشیم، ولی بیداری نبوده. دیدی که جمع شدن کلگی نظری چی دادن؟ امضا شوه. چی شوه؟ امضا شوه. پیمان استراتژیک امضا شوه. میگه خب